روشو نپوشوندیم سردش نشه. نه، وقتی تب داره نباید روشو بپوشونی. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. نگاش کن کوچولو، چقدر معصومه. وقتی نگاش میکنی آرامش میگیری. بچه ها قشنگترین هدیه زندگی هن. درست میگی، همشون مثل فرشته هان. وقتی از دست یکی عصبانی میشم به این فکر میکنم که یه زمانی مثل این فرشته بوده. با خودم میگم اگه بهش محبت میکردن و خوب تربیت میشد دست به کارهای بد نمیزد. تو بزرگ شدی ولی هنوز مثل فرشته ای. مراد تویی؟ آقا روزگار چطوره؟ حالش خوب شد؟ تا گفتی عجله کن خودمو رسوندم. حالش خوب شد، تبشم پایین اومد، الان خوابیده. بلا به دور باشه آقا. ممنونم. مراد مرسی که اومدی. یوسف خان حالا که مراد اومده مام دیگه بریم. نه عزیزم، بچه خوابیده، یه وقت بیدار میشه. اشکال نداره، اگه بیدار بشه دوباره میخوابونمش. دیگه بیشتر از این مزاحم نشیم. توپراک بچه خود آدم مگه مزاحم میشه؟ منظورم این نبود. آخه شما اومدین اینجا استراحت کنین. اصلا امکان نداره. امشب و اینجا بمونین، فردا برمیگردین. مراد ببخشید تورم بی خودی تا اینجا کشوندیم. خواهش میکنم آقا، با اجازهتون من دیگه برم. شبتون خوش. شب بخیر. دیوونه شدی دختر؟ میخوای خودتو به کشتن بدی؟ نصف شبی حوصله درد سر ندارم. گرسنه‌ای؟ نه زیاد، یعنی نخورم هم میشه. پس گرسنته. الان یه چیزی درست میکنم. خیر باشه انشالله. اومدم دخترم. تویی مراد؟ مگه کلید نداری همینطور تق تق در میزنی؟ برو تو. بیا تو. اوه خدای من. وای سرمای شب از یه طرف، بارونم که اومد.
استخونم یخ زده سلطان خانم. اگه میشه لطفاً یه چای بهم بدین. از کجا می آمدی؟ خونه باغ بودم. خیلی وقت رفته بودی، الان میای؟ داشتم برمیگشتم. آقا یوسف کارم داشت، رفتم پیششون. برای چی؟ مگه چی شده؟ روزگار مریض شده بود. یوسف خانم گفت ببرمش دکتر. ای وای، الان کجان؟ بیمارستانن؟ خسته نباشین. سلامت باشی. دست درد نکنه سلطان خانم. نوش جونت پسرم. خب تعریف کن، بگو چی شده؟ توپراک و روزگار رو رسوندم خونه باغ. بعدش هم گفتم یه سر برم قهوه خونه با بچه‌ها یکم تخت نر بازی کنم. یوسف خان زنگ زد، گفت زود بیا روزگار مریض شده. منم تخت گاز برگشتم اونجا. البته تا من برسم خدا رو شکر تبش اومده بود پایین. الانم خوبه، نگران نباش. خب خدا رو شکر. توپراک خانم میخواست برگرده ولی یوسف خان نذاشت. گفت الا بلا به اون صبح برمیگردی. آره خب کار خوبی کرده. بچه‌ای که خوابیده رو نباید بدخواب کرد. هوا هم خیلی سرده. تو این هوا هم خب رفت آمد خوب نیست. پس چی؟ غریبه که نیستش، پسر خودشه، بایدم بخواد پیشش بمونه. باز چی عزیزم؟ بعدشم یوسف خان میدونه چی درسته. بده یکی دیگه برات بریزم بخور. دستت درد نکنه. نوش جونت. ای تو رو خدا اینجا رو نگاه کن یلماز خان. ای جان چقدر نازه. دیروز داشتیم میرفتیم نمایشگاه، حدس بزن راهمون به کجا کشید. یه دفعه خودمون رو تو فروشگاه پسر ثریا دیدیم. یه فروشگاه بزرگ باز کرد. جدی؟ فروشگاه سیسمونی. رفتیم تو بهش تبریک بگیم. اینا رو پسندیدیم گرفتیم و بردیم. کار خیلی خوبی کردی، خیلی قشنگن. نگاش کن. میگم بریم پیش توپراک تن بچه کنه، ببینیم تو تن بچه چطوری میشه. اینا رو بگیر ببر. کفشا رو بگیر. مرسی بابا خیلی بزرگ. بامزه. خیلی. توپراک بیا ببین چیا گرفتیم. اینا دیگه کجا؟ خیلی عجیبه. این وقت شب کجا میتونن رفته باشن؟ خانم سلطان خانم سوپ درست کرده، برای شما هم ریخته، دوست دارین دیگه؟ نه دخترم، ببر برای یلماز خان، عاشق سوپه، تا سرد نشده بخوره. توپراک تو آشپزخونه است؟ نه رفته خونه باغ. روزگار تب کرده، بعدش هم همونجا خوابش برده. یوسف خانم نذاشته برگردن. مشکلی که پیش نیومده. یکم فلفل بریزم، دوست داری؟ دوست دارم، اما شما هر طور میخواین درست کنید، برای من فرق نمیکنه. بله مامان. چی شده پسرم؟ نوام مریض شده، حالش چطوره؟ نگران نباش، حالش خوبه، الانم خوابیده. خدا رو هزار مرتبه شکر. ببینم امشب اونجا میمونن؟ آره مامان، میخواستم بهت خبر بدم، ببخشید. باشه پسرم باشه. خب دیگه شبت بخیر. شب بخیر.
پس روزگار کجاست؟ نیستن، رفتن خونه باغ. یوسف برده؟ نمیدونم، ولی توپراک و روزگار امشب اونجا میمونه. پس اینطور خیلی هم خوب شد. مگه تو نبودی همش میگفتی یوسف خیلی از پسرش فاصله میگیره و از این حرفا؟ حداقل پیش همه. آره درسته، ولی درد من این نیست. برای همه سوپ بردم، اینم سهم ما. دستت درد نکنه جمیله. چه بویی داره. به توپراکم میدادی، برای شیرش خوبه. توپراک خونه نیست. دوباره چی شده؟ چیزی نشده، این دفعه رفتن گردش خونه باغ، اونم با یوسف خان. تو رو خدا، به جون خودم امشبم اونجا میمونه. دختر اونجا اندازه یه کف دسته، یه اتاق و یه آشپزخونه است. پس بگو دوتایی اینجوری کنار هم میخوابن؟ ساکت شو دختر، اینطوری نگو، خیلی زشته. انگار تقصیر منه. چرا منو میزنی جمیله؟ من که از خدامه با هم باشن. توپراک مثل یه تیکه جواهره، برای روزگارم مادری میکنه، تازه به یوسف خانم میاد. دروغ میگم؟ من که میگم هوا بیشتر بهش میاد، هم خوشگل‌تره هم جذابتر. ول کن دختر، آدمو تشنه تا لب چشمه میبره، مثل جنه. جمیله غذا حاضره. اینطوری خیلی بد شد. من باید برای شما غذا درست کنم. این چه حرفیه میزنی؟ تو مهمون منی. دستتون درد نکنه. نوش جونت. بارون قشنگی میباری مگه نه؟ عاشق صدای بارونم. برای اونه که تو خونه‌ن قشنگه. خدا به بی خونه ها کمک کنه. اونایی که هیزم برای سوزوندن ندارن، هوا خیلی سرده. حق با توه. ما تو خونه ایم و خیالمون راحته. کیه که بوی بارون رو دوست نداشته باشه؟ من و خواهرم بازی کردن زیر بارون رو خیلی دوست داشتیم. هر وقت اینطوری بارون میومد، خواهرم میرفت توی باغچه، دستاشو از هم باز میکرد، دور خودش میچرخید تا مادرم برسه. سر تا پا خیس شده بود. پاشو بریم بیرون. پاشو. Tepeden tırnağa aşığım sana. Ne ilk kez ne de son söylerim sana. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama sen hiç korkma, aşk önünde eğil. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama sen hiç korkma, aşk önünde eğil. Gel benim vefası eksik yarim, ben sensiz durur muyum? Sen beni bir çağır gönülden, hiç gelmez olur muyum? Gel benim vefası eksik yarim, ben sensiz durur muyum? Sen beni bir çağır gönülden, ben gelmez olur muyum? Gel benim vefası eksik yarim, ben sensiz durur muyum? Sen beni bir çağır gönülden, ben
gelmez olur muyum? Gel benim vefası eksik yarim, ben sensiz durur muyum? Sen beni bir çağır gönülden, ben gelmez olur mu? حوا دخترم چی شده حوا؟ حرف بزن حوا. دخترم حوا دخترم. مامان خیلی خوشگل خوابیده. یوسف خان، خواهش میکنم بذارین من بشورم. خیلی خوب باشه. آخ دخترم، آخه من به تو چی بگم؟ بچه نیم وجبی هم که بودی از خونه در میرفتی، زیر بارون مثل فرفره میچرخیدی. حالا هم که بزرگ شدی باز همینطور. خیلی خوب فهمیدم. بارون دوست داری؟ این گریه کردن واسه چیه؟ چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ حداقل یه چیزی بگو. چی شده؟ حداقل یه کلمه حرف بزن با من. از صبح تا تو خودتی معلوم نیست چته. همش تو خودتی. داشتم فکر میکردم. به چی؟ یه عالمه حرف تو دلم دارم. اوه نه نه نه، الان میرم بخاری رو برای روشن میکنم. میچایی دخترم؟ الان برمیگردم، زود برمیگردم. چی شد دخترم؟ گفتی میرم حرف بزنم، چرا به این روز افتادی؟ بابا دارم عذاب میکشم بابا. عزیز دلم خیلی عذاب میکشم. چی شده دخترم؟ به ما هم بگو که بدونیم. بابا یا خودمو میکشم یا یوسفو. چی داری میگی دخترم؟ چه اتفاقی افتاده؟ یه اتفاقی افتاده بابا جون. اتفاق آخه چطور بهت بگم؟ توبراک توبراک عاشق یوسفه بابا. منور. بله مامان. توبراک روزگار رو برداشته رفته خونه با. خبر داشتی؟ نه، برای چی رفته؟ بالا منم نمیدونم. البته نمیدونم به میل خودش رفته یا یوسف خواسته. شایدم یوسف اونا رو برده که سرش با بچه گرم شه. این که خیلی خوبه. نه، خوب وقتی بود که امشب اونجا نمیموندن. خونه به اون کوچیکی هر کاری به عقلشون میرسه انجام میدن. دوباره نگران چی شدی مامان؟ اوف از دست تو اوف. اول اون دختر حوا بود، حالا این یکی خواهرش. خدا میدونه که از شر دخترای رمزی دیوونه خلاص میشم. مامان یه جوری میگی انگار همه افتادن دنبال داداشم. چرا این حرفو میزنی؟ پسر به این دست گلی خوش تیپه، کار داره، پول داره، وضعش توپه. مهمتر از همه اینا مجرده. کیه که همچین پسری رو نخواد؟
دارم آتیش میگیرم. نتونستم یه سر و سامونی به زندگی پسرم بدم. ها هیچی مامان. چطوری بهش بگم هر حسی داری تو دلت بکش، چون یوسف عاشق منه. چطوری بهش بگم ماما؟ تبرک از جونم هم برام عزیز داره. یلماز خان. بله حمیت خانم. ببین چند روزه میخوام یه چیزی بهت بگم ولی الان فرصت کردم. دیروز تو بازار با سزر خانم روبرو شدم. سزر خانم؟ عزیزم دختر خدا بیامرز برهان الدین، عروس پالاها دیگه. خیلی خوب یادم اومد. حالا یه دقیقه اونو بذار کنار. یه دختر دارن 1 سال از منور کوچیک‌تره، باده. برای درس خوندن رفته بود استانبول، الان درسش تموم شده برگشته. خب وای اگه ببینیش چقدر و بالایی داره، چقدر خوشگل شده، خانوادش هم که حسابی با اصل و نسب. چقدر دختر مؤدبیه، آداب و معاشرت سرش میشه، از همه مهمتر تحصیل کرده است. میدونم دنبال چی هستی حمیت خانم. کمالات دخترها رو پیش پسرت بگو نه من. دستت درد نکنه یلماز خان، انگار یوسف فقط پسر منه. یعنی حق نداریم 2 کلمه در مورد سر و سامون گرفتنش حرف بزنی؟ حمیت خانم مگه پسرتو نمیشناسی؟ اگه تو زندگیش دخالت نکنیم بهتره. نمیشه عزیزم، نمیشه. اگه بره دست هر دختری و بگیره بیاره تو این خونه چی؟ ها؟ اگه تو اجازه بدی من این 2 تا رو میارم پیش هم دیگه آشناشون میکنم. آخه من چی بگم؟ تو که تصمیمتو گرفتی، هر کاری میخوای بکن. یلماز خان نمیتونی خودتو بکشی کنار فقط نگاه کنی. هر وقت میخوام یه کاری برای یوسف بکنم منو جلوی یوسف تنها میذاری. ولی این دفعه دیگه فرق میکنه، باید بهم کمک کنی، کنارم باشی. میخوام دختره رو اول به تو نشون بدم، اگه به دلت نشست بهم بیشتر کمک کن. خیلی خوب باشه، با هم میریم دختر رو میبینیم. ها؟ حوا بیا دخترم، بخاری روشن شده. دخترم بیا دخترم. تو خودتو به خاطر خواهرت داری اینقدر عذاب میدی؟ یا اینکه چون عشقشون یه طرف است اینقدر ناراحتی؟ یا به خاطر اینکه عاشق یوسف شده؟ رخت خواب انداختی؟ خیلی خوب، تو بشین من بقیهشو درست میکنم. نباید زیاد خم و راست بشی. بیا بغل روزگار بخواب. نمیشه، شما کنار روزگار بخوابین، من همینجا میخوابم. من رو زمین خوابیدن رو دوست دارم. توپراک، تو پیش روزگار بخواب. یوسف خان، من نمیذارم رو زمین بخوابین، یه وقت کمر درد میگیری. خب تو هم عمل کردی. من نمیذارم مهمونم رو زمین بخوابه. برو کنار روزگار بخواب، لباستم عوض کن. خب دیگه شب بخیر. شما نمیخواین بخوابین؟ یکم دیگه میشینم. شب خوش. شب بخیر.
بله عمه. یوسف جان، بی موقع که مزاحمت نشدم، اما خیلی نگران شده بودم. نه عمه، چه مزاحمتی؟ اتفاق خاصی هم نیفتاده. یعنی چی؟ مگه با حوا حرف نزدی؟ رفتم خونش، تو چشاش نگاه کردم، دلیلشو ازش پرسیدم، ساکت شد. گفتم شب بیاد خونه باغ با هم حرف بزنیم. گفتم اگه نیای همه چی رو فراموش میکنم. نیومد. دیگه کاری ازم بر نمیاد. برام ارزش قائل نشد. منم فراموشش کردم. دیگه همه چی تموم شد. مادرت کجا رفته؟ بسم الله. خواهر، تو این بارون چجوری اومدی اینجا؟ یه دقیقه بیا بیرون، میخوام یه چیزی ازت بپرسم. خیلی خوب، بیا تو. چه کاریه بیرون خیس میشیم؟ بیا تو. کار زیادی باهات ندارم، یه چیزی میپرسم و میرم. این وقت شب نمیخوام مزاحم کسی بشم. تو همینجا بمون، برم یه چیزی بپوشم برمیگردم. باشه، زود باش. الان میام. حتما یه اتفاقی افتاده. میبخشی منتظرت گذاشتم. الان مثل موشاب کشیده میشیم. میامدیم میرفتیم تو سوپ درست کردم یه کاسه میخوردیم. سلطان، زیاد طولش نمیدم. تو هم درست حسابی جوابمو میدی. میخوای همون بلایی رو که سر من آوردی سر حوا هم بیاری؟ داری چی میگی خواهر؟ مگه حوا رو چیکار کردم؟ دخترم با اون وضع برگشته خونه. از وقتی هم که برگشته مثل ابر بهار داره اشک میریزه. که چی بشه؟ عاشق یوسف شده؟ صبحم که اومدی دنبالش دیگه مطمئن شدم همه چیز زیر سر تو باید باشه. دستت درد نکنه خواهر. آسمونم به زمین بیاد میندازی گردن من؟ چی شده سلطان؟ اصلا جا نخوردی؟ نکنه همه چی میدونستی؟ خدا رو شکر انقدر عقل داریم که بفهمیم چی به چیه. درسته، دختر دین اواخر یه جوری شده. حدس میزنم عاشق یوسف شده باشه، ولی چیزی به من نگفت. سلطان، راستشو به من بگو. حوا اصلا به یوسف فکر نمی‌کرد. تقصیر توئه که این دختره رو هوایی کردی. آخه آدم چطور میتونه یکی عاشق یکی دیگه کنه؟ ها؟ اصلا با عقل جور در میاد. اگه دخترت عاشق شده من این وسط چی کارم؟ بعدشم من که بهت گفتم شک دارم، ولی با این دختره حرف نزدم. یعنی در مورد این قضیه باهاش حرف نزدم. دروغگو. بد آوردی سلطان خانم. گاو دوقلو زاییده.
بفرمایید خانم، آوردم. ممنون. نوش جونتون. خیر باشه خانم، شما تا این وقت شب بیدار نمیموندین. چیزی فکرتون رو ناراحت کرده؟ داشتم فکر میکردم چی شد توپرک سر خود پا شد رفت خونه باغ. بعدش هم گفتم نکنه سلطان فرستادتش. مگه میشه خانم؟ من هیچ وقت همچین جسارتی نمی کنم. چرا باید این کارو بکنم؟ آخه این روزا خیلی فضولی میکنی. این همه بلا سر دختره اومد، گفتیم بیگناه، ساکت موندیم. این کار آخرش هم گذاشتیم به حساب جوونیش، بخشیدیمش. حالا چه معنی داره بدون اجازه من پاشه بره باغ؟ خودش کم نبود، نه و من با خودش کشونده برده. خانم خودتون میبرین و میدوزین، عصبانی میشین، ولی خب ظاهرا خود یوسف خان توپرکو دعوت کرده. میدونین حوصله نداشت، شاید میخواست با پسرش سرگرم باشه. باشه، امیدوارم همینطور باشه. ولی از این به بعد حتی اگه یوسفم خواسته باشه بدون اجازه من هیچ جا نمیره. حتی پارک بچه ها. برای پارک رفتنم باید اجازه بگیره. واقعا که سر در نمیارم. معلوم نیست تو چشم شماها خانم این خونم یا یه بالش بیارزش گوشه خونه افتاده. استغفرالله خانم، این چه حرفیه میزنین؟ خودم باهاش حرف میزنم، مطمئن باشین کاری برخلاف میلتون نمی کنم. انشالله. این وقت شب کجا غیبت زده خانم؟ دست کمی از دخترت نداری؟ نصف شبی تو خیابون چی کار داری؟ همینطوریش هم مریضی. بذار حالت بدتر شه اون موقع میگم. خودتو خسته نکن رمزی، من دیگه با تو هیچ کاری ندارم. باز چی کار کردیم؟ خجالت نمیکشی میپرسی ها؟ با اون سلطان دست به یکی کردی، دختره رو فرستادی تو اون خونه، بعدش هم دم به دقیقه کارت چون رفت آمد به اون خونه. دختره رو میکشی تو اتاق، با سلطان پچ پچ میکنی، بعدش هم هرچی ازت میپرسن میگی هیچی نیست. حقته، بازم میگی چیزی نیست؟ من که گفتم طرف اون خونه نریم. کیه که حرف منو گوش کنه؟ من نگران توپرکم. اون وقت تو با دستای خود دخترمونو بیچاره کردی. حالا بشین و این روزا رو تماشا کن و از پدر بودنت خجالت بکش. یوسف خان،
حالتون خوبه؟ لیوان شکست. بیدارت کردم. مهم نیست. دستت داره خون میاد. من دلم خونه توپراک. هیچ درمونی هم نداره. بیاین اینجا بشینید. اینجا باند زخم دارین؟ چیز مهمی نیست توپراک. آدم وقتی میبینه عشقش یه طرفه هست خیلی عذاب میکشه. دلش یه پارچه خون میشه. بلنشین بریم تو خونه. دستتونو پانسمان کنم. دخترمونو بدبخت کردی رمزی. حالا بخواب ببین چجوری میخوابی. تمام شد یوسف خان. توپراک، تو به آدم آرامش میدی. وقتی تو و پسرم اینجایین هیچ غمی ندارم. نرید، یک کم اینجا بمونید. صبح بخیر. اینجا خوابم برد؟ بله. تو چی؟ نخوابیدم. خیلی خوردم؟ میبخشی توپراک، کاش بیدارم میکردی. به خاطر من نتونستی بخوابی. دیشب داشتین حرف میزدین که خوابتون برد. دلم نیومد بیدارتون کنم. تا صبح اینجا نشسته بودی؟ تا صبح اینجا خوابیدین. حتما کمرتون درد گرفته. دستم چی شده؟ دیشب لیوان شکست. خورده هاشو که جمع می کردین دستتون برید. دیدم باند نداریم، با این بستمش. درد میکنه؟ خیلی خوردم، سرم درد میکنه. میخواین قهوه درست کنم؟ اگه دوست دارین صبحانه آماده میکنم. نه، میخوام استراحت کنم.
اومدم عزیزم. صبح بخیر پسرم. حالت چطوره؟ بیدار شدی؟ اوه قربونش برم. بیا بغلم. ما میریم بیرون، شما راحت استراحت کنید. مامان جانم، حالت خوبه؟ دیشب چند بار اومدم بالا سرت، گفتم اون همه زیر بارون موندی، یه وقت تب میکنی، نتونستم پلکامو رو هم بذارم. من خوبم مامان، خوبم. دیشب بخاری روشن کردی کجا غیبت زد؟ رفتم پیش خالت. چرا؟ توپرک چیزی شده؟ نه، یه سوالی ازش داشتم. حوا، خالت آتیش یوسفو به جونت انداخته، راستشو بگو. آره؟ چه یوسفی؟ چه آتیشی مامان؟ هر چقدر زبونت دروغ بگه چشات اصلا دروغ نمیگه. بی خودتو خسته نکن. فقط اینو بهت بگم، من میدونم کار خالته. فکر میکنی نمیدونم؟ آخ سلطان، چی بگم بهت آخه؟ یه زمانی دندونتو تو تن من فرو کرده بودی، بس نبود، حالا نوبت دخترم شده. مامان اینطوری که فکر میکنی نیست. حوا، چون کنار وایسادم و صدام در نمیاد همتون فکر میکنید من احمقم و چیزی حالیم نیست. آره؟ مامان چی داری میگی؟ این چه حرفیه؟ میشه این همه کار غیر ممکن چطور شده پس؟ دائم دعا کردیم این خانواده هانجی اغلو از خونه و زندگیمون دور باشن. نگو آتیشش خیلی وقت دامن ما رو گرفته. حوا، عاشق یوسف شدی، اونم بعد از این همه مدت که بازیت داد. ازت خسته شده یه گوشه انداخت. درست میگم دخترم؟ آره؟ حتی تو صورتت هم نگاه نکرد. تمام نقشه های خالت نقشه براب شد. دخترم اتفاقی بینتون افتاده؟ آخه یه چیزی بگو. هیچ اتفاقی نیفتاد مامان. دستشم به دستم نخورد. اون اتفاقی که فکر میکنی هیچ وقت نیفتاد. من کاری به این حرفا ندارم. درد من تویی، آتیشی که به جونت افتاده. نمیدونم اصل ماجرا چیه، ولی بذار بهت بگم چی به سرت میاد. من جوونیمو تو اون خونه گذاشتم، آرزوهای پاکمو تو اون باغچه دفن کردم. اصلا فرض کنیم یوسف به تو توجه کرد، تا وقتی که حواسش بگذره تو رو روی سرش میذاره، مثل عاشقا باهات رفتار میکنه. خسته که شد هوب میذاره و میره پی کارش. اون وقت تو میمونی و آتیشی که تو وجود خودت انداختی. بچه جون، مامان این اتفاق سر تو هم اومده؟ حالا وقت این حرفا نیست، خوب گوش کن. از آدمی که جیبش پره باید دوری کنیم. اینجور آدم ها سیرمونی ندارن، دستشون رو هرچی بزن فکر میکنن حقشونه. پسر خوشتیپه، پول و پله داره، اعتبارش هم به راهه. ولی دخترم این آدم موندنی نیست برات.
بهت آرامش و خوشبختی نمیده، برعکس اینا رو ازت میگیره. اسمشون روشونه هانجی اغلو. اون یه آدم دیگه است و تو یه آدم دیگه، جنست با اونا یکی نیست. اونا هر روز با یه نفرن. زود باش، پاشو بریم. یکی دو لقمه غذا دهنت بذار، شاید عقلت اومد سر جاش. اون موقع برات حرفایی میزنن که تو مغزت فرو بره. عجب عطر و بویی داره. برو کنه نسوزی. خیلی خوب دختر، خوب تیکه تیکش کن، با یه پارچه بپوشونش. زود باش. برای کیه؟ دوست پسرم. لعنت بر شیطون. دختر، فضولی زیاد سر آدمو به باد میده. کاری که میگم و انجام میدین. سرتون به کار خودتون باشه. والا تو هم مواظب باش شیر سر نره. زود باش. عجب بویی داره. سلطان یه لحظه بیا. بفرمایی خانم. رفتم بالا توپراک و بچه بر نگشتن. به یوسفم که زنگ میزنم جواب نمیده. شاید هنوز بیدار نشدن خانم. اونا دارن کیفشونو میکنن، نگرانیشم مال ماست. یوسف خان قصد پسرشو ببینه. اصلا سر در نمیارم. این خونه باغم شده دردسر. میخوای با پسرت باشی تو خونت باش. خیلی خوب، حالا زنگ بزن به توپراک ببین اونجا چه خبره. چشم خانم، زنگ میزنم، ولی فکر نکنم خیالتون راحت بشه. میخواین شال و کلا کنم برم خونه باغ ببینم اونجا چه خبره ها؟ آره راست میگی. زود باش برو ببین چه خبره. برگشتنیم هر دوشونو بیار. به اندازه کافی تو باغ گشتن و صفا کردن. چشم خانم، چشم. مامان چی کار میکنی؟ دارم وسایلاتو جمع میکنم. برای چی؟ میری استانبول، خونه عموتینا میمونی. نه مامان، من نه استانبول میرم نه جای دیگه. دخترم
آخه چرا اینقدر خودتو عذاب میدی؟ مامان، من زندگیم اینجاست. نمیتونم جای دیگه این نفس بکشم. نمیتونم جای دیگه ای زندگی کنم. دیگه اینجا نمیتونی زندگی کنی. چرا؟ آخه اتفاقی که نیفتاده. به همین خیال باش. کافیه خالت ناخوناشو تو بدنت فرو کنه و گوشت بدنتو تیکه تیکه کنه، هر بلایی که دلش میخواد سرت بیاره. هرچی هم عذاب بکشی این خیالش نیست، تا وقتی که به اون چیزی که تو مغزش نرسه دنیا رو زیر و رو میکنه. گفتم که اون موقع به منم رحم نکرد. دیگه نمیتونم اینجا نگهت دارم. تا الان نتونستم مواظبت باشم. دست خودت نیست، باید بری. پا میشی میری استانبول. دیگه طرف خونه خالتم نباید بری، حق نداری. همین که گفتم، همین الان وسایلت جمع میکنی میری استانبول. مامان، نمیتونم برم. نمیتونم تو رو با این حال بذارم و برم. تا زخمای توبراک خوب نشده نمیتونم بهش بوش کنم و برم. مامان جان، تا حالا ازتون دور نبودم، بدون شما نمیتونم. باید بری حوا. میگن سرنوشت دختر به مادرش میره، ولی من این اجازه رو نمیدم. نمیذارم بلایی که سر من اومده سر تو هم بیاد. وقتی نتونی به یوسف برسی آرزوات برباد میره و با یکی مثل بابات ازدواج میکنی و تا آخر عمرت بدبخت میشی دخترم. مگه منو نمیبینی؟ مگه نمیدونی چی کشیدم؟ دلم پوسید، 1000 جور مرض و درد سراغم اومد. اگه اتفاق برای تو بیفته چی؟ اگه فریب بخوری چی؟ من مادرتم، نمیتونم طاقت بیارم. وقتی میگم برو یعنی باید بری. من میارم خاله، خسته میشین. نه، تو همینجا منتظر باش، میدم و بر میگردم. باشه. میبینم که خانم خونه داره قروفر میده. خاله عزیزم، امشب اتوبوس داره میره، برات بلیط گرفتم همین امشب. حوا، هر کاری میکنم به خدا برای خوشبختی توه. ازت خواهش میکنم اگه یه ذرم شده برام ارزش قائل باش. این دفعه حرفمو گوش کن. خب مامان، من اونجا چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ یه زندگی جدید رو شروع میکنی، کار جدید پیدا میکنی، عاشق میشی. وقتشم که رسید ایشالله یه شوهر خوب سراغت میاد. دختر اینقدر نگو، ساکت. تعریف کن ببینم دیشب چی شده. فکرم مونده پیشت. تو رو خدا آرومتر خاله. الان یوسف خان میشنوه، وقت فکر میکنه خبریه. حالا نمیشه از یوسف خان حرف نزنیم؟ این که چیزی نیست. از این به بعد باید بیشتر راجع به یوسف خان حرف بزنیم. بعدش هم اگه اینطوری که گفتی زیاد خورده باشه توپم در کنن بیدار نمیشه. دختر نکنه تو مستش کردی؟ این چه حرفیه خاله؟ من چطور میتونم آدم به اون گندگی و مستش کنم؟ حتما یه دردی داشته که خورده.
درد و مرد و بذار کنار. تا جایی که من میدونم اینجا یه اتاق داره، یه آشپزخونه. یوسفم میشناسم، نمیذاره تو آشپزخونه بخوابی. خودشم که اونجا نمیخوابه. بگو ببینم چه خبر بود؟ واقعا که خاله، جامو رو زمین انداخته بودم. البته کسی هم اونجا نخوابید. یعنی؟ یوسف خان رو زانوم خوابش برد. اما اونطوری که فکر میکنی نیست. یوسف خان به خاطر یه دختر دیگه عذاب میکشه. حال روز خوشی نداره. امان از دستتا. خب حالا اون دختره کو ها؟ این حرفا رو ول کن، واقعیت رو بچسب. اون دختره دیگه رفته، بعدش هم بهش جواب رد داده. حالا دیگه آسمونم به زمین بیاد اون کار شدنی نیست. سلطان خانم. صبح بخیر آقا. صبح بخیر. صبح بخیر. امیدوارم با صدای ما بیدار نشده باشین. نه عزیزم. نگرانتون شدم، اومدم. داشتم میرفتم تو خونه، کلی کار دارم. دخترم نمیای بریم؟ اجازه بدید بمونن، شب میفرستمشون بیان. هر طور که شما بگین آقا. منم حالم سر جاش نیست، باید یه دوش بگیرم. بعدن میبینمتون. یکم خوابیده ولی بازم حالش خوب نیست. بره زیر دوش آب یخ، حالش خوب میشه. نگران نباش. خاله میگم یکم جوشونده براش دم کنم. براش خوبه نه؟ آره فکر خوبیه. خب حالا از کجا پیدا کنم؟ تو کابینت های پایینی آشپزخونه، اونجا پیدا میکنی. یوسف خان تابستونا جمع میکنه، بعد که خوش شدن میذارشون اونجا. بگردی پیداشون میکنی. خیلی خوب. حالا دیگه برو. دخترم حالت چطوره؟ برات چایی بریزم؟ نه بابا. بابا من یه تصمیمی گرفتم. امشب میرم استانبول پیش هم و اینا. خب دیگه پسرم. توپراک و روزگار نمیان؟ یوسف خان خودش میارتشون. انگار خبر خوبی شنیدین سلطان خانم. بله شنیدم. اونم چه خبری؟ گفتم حق نداره بره. این دختر تو استانبول چی کار داره؟ من 40 ساله با برادرم حرفی ندارم. اصلا هم حوصله ادا اطفاری داداشم و بعد 40 سال ندارم. به خاطر ادا اطفاری شما نمیتونم دخترم رو بدبخت کنم. به آقا شکری هم تلفن کردم، بهش گفتم بلیت اتوبوسشم بگیره. همین امشب باید هوا از اینجا بره. شریفه، من بدون دخترم میمیرم. از یه مسافرت رفتنش میترسم. اون وقت برای همیشه بره. عادت میکنی بابا جون، هممون عادت میکنیم. من تصمیممو گرفتم، جدی میگم. شنیدی که دخترت چی گفت؟ پس دیگه اصرار نکن. این راه هیچ برگشتی نداره. توی بازی بد افتادیم حوا. زندگیمون زیر و رو شد. زیر و رو شد.
قبل از کشتن اون حوایی که تو ذهنم حرفتو بزن. به هم بگو برای چی منو نمیخوای. من امشب تو خونه باغ میمونم. اگه بیای حرف میزنی. اما اگه نیومدی هر چیزی که بینمون گذشته رو فراموش میکنم. تو رو از ذهنم پاک میکنم. یوسف خان حالتون خوبه؟ شامپو از دستم افتاد توپراک، نگران نباش. باشه. بیا تو. جناب رئیس. بله. بررسی‌های لازم رو انجام دادم آقا. فهمیدم این یارو کیه. چه بررسی؟ کدوم آدم؟ قربانی شلیورتو میگم، همون آدمی که رفته بود سراغ پرونده‌های قدیمی. یه شلیورت؟ یادم افتاد. بذار حدس بزنم با خانوادگی همسر سابقم ارتباط داره، درسته؟ نه خیر قربان، مربوط به نامزدتونه. مربوط به نامزدم؟ متوجه نشدم. ایگید ایشیریورد، پسر خدمتکاری که تو خونه هانجی اغلوها کار میکنه. اسم مادرش هم سلطانه. پسر یه خدمتکار چه کاری میتونه با من داشته باشه؟ آقا رمزی خیر باشه. دیدی چه غلطی کردی سلطان؟ چیزی شده سلطان خانوم؟ چیزی نیست مراد، تو برو. تو برو تو پسرم، هیچی نیست. صداتو ببر. چرا مثل سگایی که پارودمشون گذاشتن وقت میزنی؟ از این آشغالدونی دور بشین بهت میگم. دیوونه شدی؟ چی کار میکنی؟ الان میفهمی چی کار میکنم. دستمو فل کن. مگه دیوونه شدی؟ چی کار میکنی؟ تازه دیر کردم. به جای اینکه از همون اول باها دست به یکی بشم باید همون موقع خفت میکردم. هر اتفاقی افتاده زیر سر تو بوده. دخترام بدبخت شدن، خونم آتیش زدی، خونوادم از هم پاشیده. اینا همش تقصیر توه. مگه زده به سرت؟ چرا خون جلو چشاتو گرفته؟ آره خوب فهمیدی. همونطور که ناخوناتو تو تن دخترام فرو کردی منم خون تو میریزم. گوش کن، از این به بعد از من بترس سلطان، بترس. میفهمی چی میگم؟
چی شده رمزی خان؟ ها؟ چی شده؟ تا دیروز که چشت به دهن من بود فقط مونده بود التماس کنی که پولدارت کنم. مگه اسلحه رو سرت گذاشتم؟ چی شده که هم خودت و هم دخترت با هم دیوونه شدین؟ ها؟ این نمک نشناسیه. گوش کن، بهت گفتم توپراکو وارد این ماجرا نکن ولی گوش نکردی. حالا تحویلش بگیر. توپراک عاشق یوسف شده. هر دو تا دخترم دارن توی یه آتیش میسوزن. حوا به خاطر خواهرش از یوسف گذشته. کافی نبود از خودش گذشته، از خودش هم گذشته. پسرم ببین اینا گلن. اگه مواظب نباشی خارشون میره تو دستت، ولی بوی خوبی دارن. وقتی گلا رو بو میکنی همه دردات یادت میره. معلومه بابات گلا رو خیلی دوست داره. ببین چقدر گل کاشته. یوسف خان، به خاطر جوشونده ممنونم. حالم خوب شد. خواهش میکنم. میخواین غذا درست کنم؟ نه اشتها ندارم. بده یکم با این فسقلی بازی کنم. تو هم برو استراحت کن. بس دیگه. از آسمون سنگم بباره میندازین گردن من. مگه من به دخترت گفتم بره عاشق بشه؟ کار خدا بود. تو از همون اول دنبال همین بودی. تصمیمت این بود که اگه با حوا به هدفت نرسیدی توپراکو وارد این ماجرا بکنی. معلومه حسابی رو مغز دخترای من کار کردی، وگرنه توپراک من همچین دختری نبود. هر کی ندونه فکر میکنه کشته مرده ی دختراتی. سر کیو شیره میمالی؟ اگه اینقدر برات عزیز بودن نباید تو این راه قدم میذاشتی رمزی خان. اما حالا که شروع کردی باید انتظار همه چیو داشته باشی. سلطان، دست از سر توپراک من بردار. جانم توپراک، حالت چطوره حوا جون؟ خوبم، تو چطوری؟ مرسی منم خوبم. دیروز گفتی میخوای بیای خونه یوسف خان. خواستم بگم نیا، ما اونجا نیستیم. واقعا؟ کجایی پس؟ با یوسف خان اومدم خونه باغ. اینجا خیلی قشنگه خواهر. دستش درد نکنه، خیلی از زمون پذیرایی کرد. جدی؟ چه خوب خواهر. از اینجا برگردم کلی باهات حرف دارم. منم خیلی حرف دارم که باهات بزنم. مامان توپراک، ما رو ببین. الان میام. داریم بازی میکنیم. توپراک، کار دارم، بعدن حرف میزنیم.
کالسکه روزگار کجاست؟ میخواییم بریم گردش. تنهایی میرین؟ اولین باره، ولی از پسش برمیام. گذاشتم کنار باغچه. چی شده بابا؟ مادرت کجاست؟ رفته بیمارستان، امروز دیالیز داره. چی شده؟ چرا حرف نمیزنی بابا جون؟ از پیش خالت میام. دلم میخواست بزنم به سیم آخر و حسابشو برسم. به خاطر مادرت هیچی نگفتم. بابا مگه دیوونه شدی؟ چرا این کارو میکنی؟ یعنی چی چرا؟ همه این بلاها زیر سر اونه. درسته بی پول بودیم، ولی آرامشمون سر جاش بود. اون ما رو تو این مخمسه انداخت. ول کن تو رو خدا، دنبال دردسر نگرد. به هدفش نرسید، نقشش به هم خورد. آخ دخترم، فکر میکنی به همین سادگی است؟ اون زن یه گرگیه که نقششو خراب کنی یه نقشه دیگه میکشه. تو هم بی خیالش بشی اون بی خیال نمیشه. تا به نقشش نرسه ولکن معامله نیست. همینو کم داشتیم. مگه کیه؟ کی میخواستی باشه؟ جنیت دیگه. روزی 5 بار میگه حلقه ها رو کی بندازی. مغزمو خورد. بدش. بله جنید. تو اومدی؟ پس چرا بالا نیومدی؟ مگه نمیدونی منتظر خبرتم؟ والا خانم میبخشید، تا رسیدم دیدم کارا همینجور مونده. دخترها ریخت و پاش کردن، گفتم آشپزخونه رو جمع و جور کنم. خیلی خوب، اینا رو ولش کن. تو خونه باغ چه خبر بود؟ خانم اگه میدیدی یوسف خان و روزگار چقدر با هم خوش بودن. هر دو شاد و خوشحال بودن. منظورم یوسف خان و روزگاره. خب توبراک چی کار میکرد؟ والا اگه بگم از آشپزخونه بیرون نیامد دروغ نگفتم. برای یوسف خان چای و غذا درست میکرد، کارشو انجام میداد. سلطان این حرفا چیه؟ مگه وظیفه توبراک اینجور کاراست؟ چرا هر دوشونو با خودت نیاوردی؟ والا من به دختره گفتم بریم، داشت با هم میامد، ولی یوسف خان گفت بعدن خودم میفرستمش بیاد. نمیخواست ازش جدا بشه. خب این کارا یعنی چی؟ چرا اینجا نمیخواد با پسرش باشه؟ کسی جلوشو نگرفته؟ همینجا باهاش باشه. نه اصلا از این خونه باغ رفتن خوشم نیامد. وقتی اونجا رو خراب کردم سر عقل میان. منور خانم تو اتاقشه؟ گردو خیلی دوست داره براش یکم ببرم. با نامزدش رفته بیرون. خدا رو شکر تو این خونه یه نفر هست که حرفمو گوش کنه. خب چی گفت؟ میخواستی چی بگه؟ شنیدی که تصمیممونو گرفتیم، امروز حلقه ها رو میندازیم. قرار از رئیس زندان اجازه بگیره. دخترم تو که از من دیوونه تری. حالا که داری میری این کارا چیه؟ بابا اگه اون حلقه ها رو نندازیم اون بیشعور راحتت نمیذاره. نمیتونم تو مخمسه بندازمت. من اجازه نمیدم حوا. دخترم اگه حلقه رو بندازی هر جای دنیا بری دنبالت میاد. یقتو میچسبه و باهات ازدواج میکنه. میخوای زندگی تو به خاطر اون خراب کنی؟ آخه چه ازدواجی؟ کدوم ازدواج؟ جنید چون الان زندانی اینجوری افتاده دنبالم. بذار به گوش باباش برسه. جنید از عشقشم بمیره باباش اجازه نمیده. اونم تا از زندان اومد بیرون حلقه ها رو میذاره کف دستم. مگه جرأتش رو داره جلوی باباش وایسه؟ این یکی رو خوب اومدی. اگه قصدش جدی بود 6 ماه آزگار تو رو معطل خودش نمی کرد و امروز و فردا هم نمی کرد. آره خب دیگه بریم این کارو تموم کنیم بابا.
زودتر تمومش کنیم که از اتوبوس جا نمونم. نمیخوام منتظر اتوبوس فردا بشم. یعنی میخوای بری دخترم؟ توپراک به توپراک گفتی؟ خدافزی کردی؟ برسم بهش زنگ میزنم. خدافزی رو دوست ندارم. خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون. تا شما این منو رو ببینین من میام. باشه عزیزم. به نظر من اگه یه جایی میومدیم که کسی ما رو نمیشناخت بهتر میشد. منظورت چیه؟ اینجا همه منو میشناسن. تو هم که فرمانداری. درسته؟ نمیدونم، کاش محل کار دوستت نمیومدیم. چرا؟ مگه چی شده؟ واقعیتشو بخوای میخواستم در مورد مسئله مهمی با حرف بزنم. یه مسئله خصوصی. در مورد چی؟ در مورد تو. منور، تو تا حالا دوست پسر داشتی؟ مبارک باشه رفیق، داری متأهل میشی. ممنونم داداش. ایشالله خوشبخت بشی. ممنونم. دخترم هنوز دیر نشده. اگه تصمیمت عوض شده بیا برگردیم. بفرمایید این برای شما. خیلی ممنون. مرسی. این چه سوال بی‌معنیه که میپرسی؟ واقعا باورم نمیشه. حتی اگه همچین مسئله‌ای هم باشه مربوط به گذشته است، ولی الان ما با هم نامزدیم. بعدش هم تو قبل از من یه بار ازدواج کردی، ولی من تا حالا چیزی ازت پرسیدم؟ نه نپرسیدیم. خود منم تا به حال سوالی ازت نپرسیده بودم. کوچکترین اشاره‌ای هم نداشتم، ولی الان باید بدونم چون اصرارم به یه دلیلیه. خب برای چی؟ یعنی میشه لطفاً اول دلیلشو بهم بگی؟ باشه. یه آدم بدون اینکه در حیطه وظایفش باشه داره در موردم تحقیق میکنه. بیش از حد تو زندگی شخصی من فضولی میکنه. اصلا نمیفهمم این آدم چه ارتباطی به من داره؟ کسی که این کارو میکنه از آشناهای خانوادگی شماست. ایقیت یشلیورت ارتباطی باهات داشته؟ نکنه رابطه یا عاشقانه‌ای داشتین؟ حوا خدا رو شکر اومدی. پیش بابام خوب نیست جونید. خوش اومدی بابا. انگار زیاد حوصله نداری. یکم حالم خوب نیست. به خاطر خستگی و بیحالیم، چیزی نیست. خیلی هم خوشحالم. یوسف خان خوش اومدی. ممنونم. گردش چطور بود؟ حسابی خوش گذروندیم. تو چرا انقدر خودتو خسته کردی؟ لباسا رو میفرستادیم خونه، اونجا میشستن. نه خسته نشدم. خیلی وقت بود نشسته بودم. سرم گرم شد. لباساتون رو تمیز میپوشید. دست درد نکنه. تمیز شدن.
عزیزم خوشگل خوابیده. تازه خوابیده. شما بفرمایید تو، من روزگار رو میارم. باشه. توپراک، چی کار کردی؟ اینجا چقدر قشنگ شده. بفرمایید بشینید. دیروز خیلی ناراحت بودین. وقتی اونقدر نوشیدنی خورده بودین گفتم حتما یه مشکلی هست. خواستم حداقل امروز یکم خوشحال باشین. واقعا نمیدونم چی بگم. با همه ی دخترها فرق داری. واقعا ازت ممنونم. نوش جونتون آقا یوسف. فقط اگه میشه برامون یه تاکسی خبر کنید. چرا؟ دیگه برگردیم خونه. نمیخوام بیشتر از این مزاحمتون باشی. عجله نکن توپراک. اینجا خیلی به هم ریخته بود، ولی الان خیلی قشنگه. این قشنگی ها تو تنهایی بی معنیه. امروزم بمونیم. باشه، پس من برم روزگار رو بخوابونم. سفارش‌ها رو آوردی؟ بده ببینم. سلام علیکم آقا رمزی. علیکم السلام. سلام آبجی. انگشترامون رسید هوا. چی شده هوا؟ چیزی نیست. یکم هیجان زده شده. خب رمزی خان، افتخارش به شما میرسه. همونطور که قول داده بودی انگشترها رو دستمون. ایشالله خوشبخت بشین. باورم نمیشه بالاخره نامزد شدیم. ایشالله خوشبخت بشین. ممنونم داداش. میدونم لیاقتتو نداره. اینا رو احمد آورد؟ بله. اینا جدیدن، باید امتحانشون کنی. بیا ببین خوشت میاد؟ ممنونم، من نمیخورم.
خواهرتم همینو میگفت. واقعا؟ با خواهرتم اومده بودم اینجا، به اونم تعارف کردم، گفت نمیخورم. ممنونم. دل خیلی بزرگی داری. حاضر شدی تو زندان نامزد بشین فقط به خاطر اینکه من خواستم. ولی قول میدم از اینجا بیام بیرون جبران میکنم. ازت ممنونم. تا یادم نرفته من یه مدت میرم استانبول. چرا؟ اما مریضه، باید ازش مراقبت کنم. باشه تا زمان دادگاه برو، ولی روز دادگاه اینجا باش. حتما میام. ردیف جلو هم میشینم. خیلی دوست دارم حوا. یه چیزی بگو. چرا نمیگی منم دوستت دارم؟ آخه از این به بعد من و تو نامزدیم. منم همینطور. بابا منتظرمه، من دیگه میرم. میبینمت. بله آقا منم جنیت. چطوری جنیت؟ چه خبر؟ خیلی خوبم آقا، خیلی. بالاخره تونستم با حوا نامزد بشم. فقط بهش قول دادم وقتی میام بیرون یه نامزدی مفصل براش. قول ما قول پسر، خیالت کاملا راحت بشه. ممنونم آقا، خیلی ممنون. ببین من الان پشت فرمونم، سر یه فرصت مناسب با هم حرف میزنیم. باشه آقا باشه. خدا ازت راضی باشه. سلامت باشی. هی یوسف خان بیچاره، کجایی که دخترها را چنگت در آورده. اینو از یه انگور مخصوص درست میکنن. درست کردن شراب قرمز از شراب سفید سخت‌تره، ولی مزه‌اش بهتره. توپراک، گفتی شراب نمیخوری، غذاتم نمیخوای بخوری؟ میخورم یوسف خان. جریان چیه؟ چی شده؟ شما گفتین، خواهرم هم گفته بود که نمیخورم. شما کی با خواهرم اینجا اومدی؟ چند باری اومدیم. آخرین بار روزی بود که تو چاقو خوردی. که اینطور؟ من نمیدونستم. یعنی خواهرم چیزی به من نگفته بود. میدونم. وقتی فهمیدم تو خبر نداشتی جا خوردم. حتی بهش گفتم همه چیو به توپراک بگو. همه چیو؟ پس موضوع فقط اینجا اومدنتون نبود؟ نه نبود. یادت دیشب یه چیزی ازم پرسیدی؟ پرسیدی چرا اینطوری شدم؟ پرسیدی پیشنهاد ازدواج تو کی رد کرد؟ خواهرت بود توپراک. حوا پیشنهادم رو رد کرد.